اگه بهتون بگم پسر یکی از مشهورترین روان درمانگرای دنیا، اروین یالوم، به اثر خودکشی جون خودش رو از دست داده، اولین فکری که به ذهنتون میاد چیه؟ شاید با خودتون بگین مگه میشه؟ پسر اروین یالوم؟ مگه پدرش یه روانشناس یا روانپزشک نبوده؟ اینجا دقیقاً اون نقطه‌ایه که شما باید یه باور اشتباه رو اصلاح کنید. اروین یالوم سالها در مورد اضطراب، مرگ، معنا و افسردگی کار کرده، نوشته و هزاران درمانگر رو آموزش داده. با این حال این اتفاق تلخ به ما این رو یادآوری میکنه که دانش روانشناسی، روابط خانوادگی خیلی خوب، حتی داشتن یه روان درمانگر حرفه‌ای توی خانواده هیچ کدوم واکسنی برای افسردگی یا خودکشی نیست. افسردگی یه ضعف شخصیت نیست، حتی یه ضعف اراده هم نیست. یه بیماری پیچیده است، حاصل تعامل یه سری عوامل زیستی، اجتماعی و روانشناختی. خیلی وقتا خانواده آگاه، حمایتگر و حتی متخصص تمام تلاشش رو میکنه، اما باز هم فرد ممکنه با رنجی روبرو باشه که از بیرون به خوبی دیده نمیشه. این موضوع یه پیام خیلی مهم برای ما داره. اگه خودتون یا یکی از اطرافیانتون داره با افسردگی دست و پنجه نرم میکنه، احساس نکنین که نباید این حال رو داشته باشین. با خودتون نگین اگه خانواده بهتری داشتم، اگه قوی تر بودم، اگه جای دیگه ای بودم، در شرایط دیگه ای بودم، این اتفاق برای من نمیافتاد. نه، افسردگی میتونه سراغ هر کسی بیاد. اما خبر امیدوار کننده این که افسردگی قابل درمانه، به خصوص اگه زود تشخیص داده بشه و درمان مناسب که میتونه شامل روان درمانی، دارو درمانی یا ترکیبی از هر دوتا باشه شروع بشه. در پایان میخوام یه زنگ خطر رو جدی بگیریم، خیلی جدی. اگه فردی برای هفته‌ها احساس ناامیدی داره، از فعالیتایی که قبلا براش لذت بخش بوده دیگه لذت نمیبره، احساس میکنه که سربار دیگرانه، در مورد مرگ یا تموم شدن زندگی صحبت میکنه، یا ناگهان بعد تموم شدن یه دوره افسردگی شدید یا آرامش غیرعادی پیدا کرده، اینا رو فقط به حساب گذرا بودن حالش نذارید. گاهی همین نشونه‌ها میتونه علامت نیاز فوری به کمک حرفه‌ای باشه. اینو یادتون نره. کمک خواستن هیچ وقت نشونه ضعف نیست. گاهی همون تصمیمی میشه که میتونه جون یه انسان رو نجات بده.